بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، ما به شما شاگردای گرانقدر، ما به شما اسم المؤمن الله را خواندیم و فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی المؤمن به معنای شاهد میامد که یعنی ذات با عظمتش، یعنی شهادت میده به این که الله سبحانه و تعالی در ذاتش واحد و یگانه هست. متوجه هستید؟ دوم خواندیم که مؤمن ذات هست که تصدیق کننده هست و دعوت کننده. سوم به طرف ایمان است و بنده های خود از ظلم خود حفظ میکنه و همچنین الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که به طرف از او امن، یعنی امن دهنده، آرامش دهنده، امنیت دهنده هست. و دیگه خواندیم که الله سبحانه و تعالی در امنیت خود نگاه میکنه بنده های مؤمن خود و مظلومی در هم چی میکنه؟ از ظلم ظالم در امن یعنی نصرت میدیش. خب حال میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم المؤمن الله را در احادیث خود چه قسم معرفی کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه و رهبر ما شما چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم که المؤمن ذات قدرتمند است که وعدهش را راست نموده و بنده اش را نصرت نمود. یعنی هم وعده که داده بود برای مسلمان ها ورشی کرد، الله متعال او وعده خود تصدیق کرد، راست چیز کرد. امام ابو داود رحمه الله میگه که عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خطب یوم الفتح بمکه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز فتح که در مکه بود خطبه داد. فکبر ثلاثا، 3 مرتبه گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر، الله بزرگ است. ثم قال، باز گفت که لا اله الا الله وحده، لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی به حق مستحق عبادت باشه بغیر از الله، وحده به یگانگیش، صدق وعده، وعده خدا تصدیق کرد. و نصر عبده، یعنی من که بندیش هستم مرا چی کرد؟ نصرت کرد. رسول الله چقدر مظلوم بود، صحابه چقدر مظلوم بودن در مکه مکرمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نیمه شب چی کرد؟ از خانه خود خانهش حمله کردن، چاپه رفت، مثل که عالم میگن بالای خانهش کافر آمدن چاپه زدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم الله نجات داد، نصرت دادش. بالاخره رسول الله به غار ثور رفت، اینجا نصرت الله بود. باز نصرت الله بود که رسول الله صلی الله علیه و در مدینه منوره حکومت و دولت اسلامی را جور کرد و باز الله برش نصرت داد که امی ظالما و خائنین و جبارهایی که در مکه بودن همه از اونها چی شدن؟ نابود شدن و رسول الله صلی الله علیه و با صحابه آمدن و مکه مکرمه فتح شد. اینجا رسول الله صلی الله علیه و چی گفت که لا اله الا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. یعنی الله وعده خود تصدیق کرد، راست کرد و بنده های خدا چی کرد؟ اینجا صدق وعده یعنی وعدهش راستی بود. یعنی ذات الله ذاتی هست که وعده های خدا راست یعنی تصدیق میکنه، المؤمن هست. بنان الله سبحانه و تعالی وعده خدا راست کرد و بنده خدا نصرت کرد. و هزم الاحزاب وحده و چی معنی؟ یعنی تمام احزاب کفری را به یگانگی خود چی کرد؟ یعنی کلشون شکست داد. یعنی تمام لشکرهای کفری آمدن در سر مدینه منوره حمله کردن. الله سبحانه و تعالی لشکر خود روان کرد. یک شمال شد که دیگای کافرها سر چپه شد، لول میخورد، خیمه‌شون چپه شد. بالاخره الله سبحانه و تعالی بنده خود چی کرد؟ نصرت داد. و اونمو کسایی را که میخواستن اونا نابود کنن اونا آمدن و مکه مکرمه را فتح کردن. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوای بر ما شما درس توحید بده که اومدن این نصرتی که برای ما شما در روز فتح مکه شده این خواست ما نیست، از جانب ما نیست. ما خب بنده های بسیار عاجز بودیم. این کلش مربوط کی میشه؟ الله سبحانه و تعالی میشه. درس توحید میده. در روزی که فتح میکنن، در روزی که مثلا کامیابی هست، در این روزا میگه لا اله الا الله. فهمیدین؟ یعنی نصر عبده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. میگه او شکست دادی این احزاب، این کافرها را ما نمیتونستیم شکست دادن. چرا؟ باید انسان بفهمه که کل نصرت که از جانب کی است؟ از جانب الله هست. دوم ذات قدرتمنده که از ترس و خوف امنیت و آرامش میده. این رسول الله صلی الله علیه و معرفی میکنه که المؤمن کدام ذات است؟ میگه ذاتی هست که ما شما را از خوف از ترس نجات میده. امام ابن ماجه رحمه الله روایت میکنه عن ابن عمر یقول
لم يكن رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعو هؤلاء الدعوات حین یمسی. میگه رسول الله صلی وقتی که دیگر میکرد، در اذکار دیگر باید بخوانین، و حین یصبح، و حین وقتی که صبح میکرد، اذکار صبح و شام. یعنی رسول الله صلی الله علیه و در صبح و در شام چی میگفت؟ اللهم انی اسالک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. یا الله، ما از تو عفو و عافیت میخوایم. در چی؟ در دنیا و آخرت. اللهم انی اسالک العفو والعافیه. یا الله، ما از تو عفو و عافیت و صحتمندی میخوایم. فی دینی، در چی؟ در دین ما. یا الله، در دین مرا پاک نگهدار، و دنیای و در دنیای ما، و اهلی و در اهلم، و مالی یعنی اعضای خانوادهیم، و مالی و مالم یعنی در کل جا مستو عفو عافیت میخوایم. الله مستر عوراتی. یا الله، عورت و شرمگاه مرا در ستر نگهدار، و آمن روعاتی و در امنیت بساز. چی را؟ امو سختی ها و امو مشکلاتی که سر من میانی بر من امنیت بده. و حفظنی و مرا حفظ بکو یا الله، من بین یدی، از پیشریم یا الله مرا حفظ کو، و من خلفی، از پشت سر مرا حفظ بکو، و عن یمینی، از طرف راست مرا حفظ بکو، و عن شمالی، و از چپ مرا حفظ بکو. از این طرف حمله میکنه شیطان، از این طرف شیطان انسانی و جنی، از این طرف عن یمین، از راست مرا حفظ بکو، از شمال، و من فوقی، و از بالا مرا حفظ بکو، و اعوذ بک ان اغتال من تحتی. و یا الله، به تو پناه میبرم که از پایین کسی مرا چی کنه؟ اغتیال چی مانه؟ یعنی قتل بکنه. زیر پایم بمبمان یک دفعه میکرد چوکی موکی در بالا رفت. این دعا هست که انسان همیشه این دعا را میخونه که اللهم انی اسالک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. اللهم انی اسالک العفو والعافیه فی دینی و دنیای و اهلی و مالی. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني. اللهم استر عوراتي خب وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی. یعنی این دعا رو میخونه و رسول الله صلی الله علیه و که این کلش اینمی امنیت و آرامش کی میته بر انسان؟ الله سبحانه و تعالی میته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.